موقع تزریق بوتاکس من آسپیره کردم و دیدیم که توی رگ بودیم. ببینید چقدر شدت داشت. پس اگر آسپیره کردیم و خون وارد سرنگمون شد وحشت نمی کنیم، اونو در میاریم، ناحیه رو کامپرس میکنیم و 2 تا آپشن داریم. یکی این که ممکنه که تزریقمون عمقی باشه، حالا چه بوتاکس چه در مورد فیلر دارم این صحبت رو میکنم. اگه در مورد فیلر دارم این اتفاق افتاده، تزریق عمقی هیچ اشکالی نداره، میتونیم همون فیلری که با خون مخلوط شده رو تزریق کنیم. در مورد بوتاکس اگر تو ناحیه مو بخوایم تزریق داشته باشیم هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی که ماده تزریقیمون با خون آغشته شده اصلا در ناحیه صورت به صورت سطحی تزریق نمی کنیم، چون رسوب هموسیدرین خواهیم داشت و ممکنه لت ایجاد بشه. خب حالا اگر ما آسپیره نمی کردیم و بوتاکسشون وارد رگ خونی می شد، ممکن بود هیچ اتفاقی نیفته، ممکن بود از طریق این رگ وارد نواحی مختلف بشه، کمی تاری دید، کمی دوبینی یا حس در واقع یکم گیجی